درد پس از زنا به دردی اطلاق میشه که بیش از 90 روز پس از ابتلا به زنا همچنان ادامه داشته باشه. احتمال بروز درد پس از زنا 20% هست در افرادی که مبتلا به زنا شدن. حالا چه فاکتورایی احتمال ابتلا به درد پس از زنا رو افزایش میده؟ یک، سن بالا. هرچی سن بالاتر باشه احتمال بیشتره. هرچی شدت بروز علائم در فاز حاد بیشتر باشه باز ریسک درد پس از زنا رو بالاتر میبره. هرچی درد حاد در زمان ابتلا به زنا بیشتر باشه ریسک ابتلا به درد پس از زنا هم بالا میره. و دیگر اینکه اگر فرد یک سری علائم زمینه‌ای مثل دیابت داشته باشه در این دسته افراد هم احتمال ابتلا به درد پس از زنا افزایش پیدا میکنه. برای پیشگیری از درد پس از زنا چه کاری ما میتونیم انجام بدیم؟ اگر بیمار در فاز حادی که دچار زنا میشه ممنوعیتی در رابطه با مصرف دارویی به اسم آمیتریپتیلین نداشته باشه، استفاده از این دارو با دوز مناسب تا 50% میتونه درد پس از زنا رو کاهش بده.